با سلام و درود بپون خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. این موتوری که در اینجا ما داریم موتور تک‌فازه با فاز شکسته است و ما امروز میخواهیم چگونه راه اندازی همین موتور سیمکشیش چگونه انجام دهیم و عملا ببینیم که این موتور ما چگونه عمل کرد دارد. خب اینم پیش از همه اینم دو سیم پیچ اینجا بینید، دو سیم پیچ آوردگی است از این، یعنی که 4 سیمکی است. این یک سیم پیچ، اینم دو سیم پیچ و یک کلید وصل قطعی که دارد. خیلی هم عجیبه. اینجا کلید وصل قطع یک بار موجود میکشیم. خب اول این خیلی بینیم یک تا تگمه پوست دارد، پوست یعنی استارت، و یک تا هم استاپ. خب ما پوست که وصل میکنیم، بینید کنتاکتری ما وصل میشد و استاپ هم قطع میشد. اما زمانی که ما در موتور تک‌فازه با فاز شکسته گفتگی بودیم که موتور زمانی که با سرعت 75% از نام خود میرسد با استفاده از یک کلید گریز از مرکز یعنی سنتریفیوژال سویچ سیم پیچ کمکی از مدار قطع میشد. اما در این نوع موتوری که ما داریم با استفاده از همین کلید، همون سیم پیچ کمکی ما، یعنی همین سیم پیچ کمکی از مدار قطع میشد. مثال حاضر اینجا بینیم از اینجا این سیم پیچ کمکی آمدگی یک طرفش به سیم پیچ اصلی وصل شدگی است و اینجا هم این سیم پیچ اصلی ما منبع به واسطه رفتگی است به طرف سیم پیچ اصلی، یعنی به این دو تیغه قطعی آمدگی است رفتگی است به سیم پیچ اصلی. بین این اگر مشاهده کنید بینید که سیم پیچ اصلی یک طرفش به سیم پیچ کمکی یک طرفش به سیم پیچ اصلی وصل است و طرف دیگرش هم اگر بینید اینجا، یعنی همین بین تیغه بین به این تیغه این طرف وصل است، یعنی این دو تا یک تا شدگی است. یعنی زمانی که ما اینا وصل میکنیم این از این فاز هم از اینجا میگیرد. خب چگونه است؟ یعنی این گونه بینید هر سه تیغه وصل میشد، اما زمانی که ما دست از بالای همین کلیدی استارت میگیریم تیغه بین بینید از جاش بالا میشد. یعنی ما فقط استاپ فقط ما زمانی که وصل میکنیم همین یک زمانی که ما دستمون بالای همین پوست گذاشتگی هستیم سیم پیچ کمکی را وصل میکنه و موتور راه اندازی میشه و زمانی که ما دستمون از بالای پوست میگیریم سیم پیچ کمکی را مدار قطع میکنه. در اینجا وظیفه همون کلید گریز از مرکز همین خودی همین کانتاکتری ما اجرا میکند. یه بار کشویم و داخلش هم بینیم باز ساده تر میشه. ما ایرا کشودیم، اینجا باز خب من به همین شکل است. تیغار هم بینید، یعنی اینجا این سیم پیچی اصلی ماست، این دوتا که دویم وقتی که ما منبع وصل میکنیم این دویم هم زیر منبع است. سیم پیچ کمکی که یک طرفش به این وصل است، طرف دیگرش تیغه بیننگی آمدگی هست، به این طرف اتصالی کوتاه شدگی است. و زمانی که ما این تیغه را این گونه وصل میکنیم این خیلی است. ما وقتی که استارت وصل میکنیم یعنی این شکل هر سه هم تیغا وصل میشن، هم سیم پیچی اصلی و هم سیم پیچی کمکی ما در مدار وصل میشد. دسته که اگر از بالا میگیریم بیننگی تیغه را بینید از جاش بالا شد، یعنی سیم پیچی کمکی ما را از مدار قطع کرد. باز ما منبع را وصل میکنیم و یک بار موتور را راه اندازی میکنیم. اینجا قطع میکنیم چونکه تیغه ما وصل بود، برای همین صدا برآورد سیم پیچی کمکی وصل نبود. سببش هم سیم پیچ کمکی ما خوشرو وصل نشده و این حالت برای موتورهای تک‌فازه خیلی خطرناکه. یعنی شما حتما باید سیم پیچ کمکی را وصل کنید. اگر سیم پیچ کمکی شما از این کانتاکتور خوشرو وصل نباشد موتور شما سیم پیچ اصلیش هم سوختنش ممکنه. می‌بینید خیلی سببش هم
ҳамин контакти мо аст. инҷо мо камтар ина тағйир додем, то ки ҳамон мушкиле ки барои роҳандозӣ буд ҳал шавад. Бинед чутор мотор роҳандозӣ мешавад. ва агар имконият бошад ҳозир ҳамин чӣ гуна теға васл мешавад, ман ҳозир барои шумо ҳамина нишон медиҳам. агар аён бошад теғаи байна ки бинед ки симпечи кӯмакӣ чӣ гуна васл ва қатъ мешавад. яъне инҷо ҳам якам бинед симпечи кӯмакӣ аз байн, яъне ин қисмат чӣ гуна васлу қатъ мешавад. вазифаи ҳамон гуфтем калиди гурез аз марказа, яъне ҳамин теғаи байне ки дар ин контактор буд иҷро мекунад. як замони кӯтоҳ то замоне ки мо инро васл мекунем, симпечи кӯмакиро васл мекунад ва баъдан ҳам ӯро қатъ мекунад. мотори мо бо як симпеч ва ҳамун симпечи корӣ яъне аслӣ кор мекунад. ин буд мотори такфаза бо фази шикаста, яъне мотори якфаза бо фази шикаста ки бо истифода аз ин контактор роҳандозӣ мешавад.